درود. بعضا وقت پیرامون دوست در بعض معرکه ها می نشینیم و صحبت میکنیم. پیرامون دوستی و رفاقت و رفیقی و همسینفی و همکورسی و همقشلاقی و دیگرش سخن خیلی زیاد می رود و ما در اکثر این گونه صحبت ها ساکت هستیم، چون که دیگر نورست نیستیم، جوانی هم دارد پسی سر می شود و الله را سپاس میکنیم که دوستی به نهایت زیاد نداریم. دوستان گلچین داریم که واقعا دوستی از برای الله هست و خالص الله هست و سپاس که ما چنین دوست دارم. آنها کیا هستند؟ البته ما را همین زمان میشنوند، میبینند و برایتان سلام میفرستم. شما واقعا در رگ و دل و پود و پیوند من پیوست هستین. من از دوستی با شما سپاس میگویم. اما از همون دوره نورسی و جوانی تا به امروز ما زیر شعاری در این زمانه خوب آن است که کمتر بگیری دوست و دوست های خوب باشند. همین گونه ما شعار را پیشه کردیم و به فرزندها هم همین گونه تلقین کرده ایستادیم که بگذار کم باشند اما واقعی باشد و اولین شرط دوست یافتن صرف از بهر الله باشد، نه به خاطر چیز و چاره و مال و ملک و دیگرش. اما در برابر یک چند دوست هایی که ما داریم برای خود اختیار کردم چندین دوست ها، صدها، 500 600 شاید به 1000 میرسد، از این هم زیاد شده ایستاده است و کم نه تعداد دوستان ما. دوستایی هستند که عموما منت ندارند، دوستانی هستند که همه وقت برای انسان یک چیزی میدهند و اگر بگویم که رایگان هم هست خطا نمیکنند. حاضر من برای شما نشان میدهم که اینها کیا هستند. این همین است، این دوستان من هستند. انا این است و انا این است و انا این است. تعدادشون خیلی زیاد است و آنها در لحظه های غمگینی، در لحظه های شادی، در لحظه های استرس، در همه لحظه همه وقت با من هستند. دوستان جانی هستند و باور کنید از این گونه دوست شما دوست بهتری نمیابید.